این یک گوشه پارک تکنولوژی در نزد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی میباشد که از این به بعد 3 سال نوشته شد در آویزه‌ها، بانرها، پلاستیک‌های از جهت اکولوژی تازه، شیشه‌های ارگانیکی، اوراکل و اکریل را بدون مشکلات عملی می‌نماید. در مراسم آغاز بخشیدن خط نوی 3 ساله در پارک تکنولوژی، رهبریت دانشگاه، آموزگاران و دانشجویان اشتراک نمودند. طور معلوم گردید گوشه نوی پارک تکنولوژی با دستگاه‌های معاصر مجهز بوده، موادهای آرایشی و پلیگرافی را با صفت بلند 3 سال می‌نماید. همزمان این کارگاه خرد برای تجربه آموزی دانشجویان رشته تکنولوژی شرایط ضروری را فراهم می‌آورد. در همین جا رهبریت و آموزگاران با نمونه محصولات 3 سال نموده پارک تکنولوژی که نامگویی زیاد را در بر می‌گیرد آشنا شدند. میز و کرسی‌های گوناگون، جوان و منبرها برای درسگویی معلمان از این پارک تکنولوژی علاقه سیمخانه‌های دانشگاه دولتی آموزگاری را پر کردند. فعالیت پارک تکنولوژی در این سم نظررس بوده. سیمخانه‌های تعلیمی لیسه نزدیک دانشگاه نیز با کرسی‌های 3 سال نموده دانشگاه تامین می‌باشند. قبلا دانشگاه دولتی آموزگاری و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی چند شهر و ناحیه جمهوری نیز میز و کرسی‌های 3 سال نموده پارک تکنولوژی را همچون کمک رسانیده بود. باید گفت که این پارک تکنولوژی در نزد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی سال 2015 تأسیس یافت، ولی فعالیتش چندان نظررس نبود. در دایره تشبس‌های رهبریت دانشگاه و با مقصد در عمل تطبیق نمودن دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به مطابق نمودن و طبق طلبات زمان معاصر به راه ماندن فعالیت مؤسسه‌های علمی و تحصیلات عالی باری نخست در این دانشگاه استحصال میز و کرسی‌های زمانوی به راه مانده شد. رهبریت این مؤسسه عالی تعلیمی نقشه دارند که در آینده وضع پارک تکنولوژی را باز هم خوبتر نموده فعالیت آن را مطابق به طلبات زمان به راه مانند. در ادامه رهبریت و آموزگاران با شرایط خوابگاه رقم 8 دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی که برای استادان و دانشجویان پیش بینی شده است شناس شدند. باعث ذکر است که ریاست دانشگاه برای بهتر شدن شرایط بود و باش محصلین و آموزگاران در خوابگاه پیوسته چوره‌جویی می‌کند. در دایره همین تدبیرها در نزد خوابگاه رقم 8 انشاءات یاری رسان از جمله نقطه جمع‌شویی با دستگاه و تجهیزات ضروری بنیاد گردیده است. ضمن صحبت رکتور دانشگاه اهل‌دین عبادالله‌زاده از آموزگاران و اعضای عائله‌های آنها دعوت نمود که خوابگاه و محیط اطراف را تازه و آزاده نگاه دارند و باید آنها برای اهل جامعه نمونه عبرت باشند، زیرا آموزگار همچون تربیتگری نسل آینده ملت، روشنگری دلها و هدایتگری راهی راستی در زندگی میباشد.